احتمالاً تا الان براتون اتفاق افتاده که یه انیمه یا فیلم سریالی رو بخوای ببینی و حتی وسطش باشی ولی بعد یه مدتی نتونی ببینیش و اصلا بهت کیف نده و صرفا بخوای تمومش کنی. خب طبیعتا دوست داری مثل قبل بتونی فیلم سریال یا انیمه ببینی. پس داخل این ویدیو من اومدم بهت بگم و راه حلاشو بهت بگم و دلیلش هم بهت بگم تا بتونی این مشکل رو برطرف کنی. پس همراهمون باش. موجوه خبرنگار. خب من خودم چند وقت پیش دچار این موضوع بودم، ولی الان با این راه حلا تونستم این مشکل رو برای خودم درست کنم. مغز ما اینقدر محتوای زرد مثل اسکرول تو اینستا یا ویدیوهای بولشت یوتیوب رو دیده، وقتی میخواد یه محتوای بازم بهتر ببینه از اون محتواها نمیتونه اونو تحمل کنه و دوباره میخواد بره همون ویدیوهای بولشت یوتیوب یا اسکرول کنه داخل اینستا. مسائل این که نمیتونی فیلم یا سریال یا انیمه ببینی دلیلش همینه دقیقا. البته بگم که به هیچ وجه تمام یوتیوب محتوای بولشت نیست و کلی ویدیو آموزشی آموزنده هست که واقعا میتونه به در همه زمینه‌ها کمک کنه و اصلا یوتیوب برای این ساخته شده. ولی خب متاسفانه یه سری دوستان اومدن کردنش به محتوای بولشت و به درد نخور. و یه سری یوتیوبر وجود دارن که بجز اون بخش سرگرمی که داخلش پر محتوای اکثرا زرده، همون محتوای زرد رو تغییر میدن و این محتوای خیلی بهتر ارائه میدن که هم میتونه سرگرمت کنه هم محتوای زردی نیست. برای مثال خودم کسایی که ویدیوش میبینم کومان در حدی سرگرمی مثلا با ناهار اگه میتونی که ببینی و بخوری، ولی بقیه یوتیوبرها اکثرا زردن محتواشون. و در همین کانتنت انیمه هم بازم محتوا به دو بخش سالم و بیشتر زرد و یه سری یوتیوبر هستن که آموزش نقاشی میذارن، برای مثال آرتکا یا سانست ووک و خودم ویدیوشون رو میبینم، واقعا خوبه ویدیوشون. و دوباره هم همین محتوای زرد در کانتنت انیمه‌ای بسیار وجود داره، مثلا مقایسه وایفوهای انیمه‌ای. دوستان به شخص خاصی اشاره نمی‌کنم، من دنبال دراما نیستم، ولی خب یا حتی یه سری از محتوای سرگرم کننده میان داخلش انیمه معرفی میکنن که تو میتونی بری اون انیمه رو بفهمی اگه دوست داشتی ببینی، که این به نظرم خیلی محتوای مفیدی میتونه در بخش سرگرمی باشه. یعنی به جای اینکه بری محتوای زرد ببینی بری اونا رو ببینی، مثل دوستان گلم، یاشا ساما، عرفان پی ایکس پی و خیلی از یوتیوبرها. شما با این محتوای زرد میتونید اینو حذف کنید و به جاش دوباره برید انیمه ببینید و شور و اشتیاقتون به انیمه بیشتر میشه. به جای اسکرول داخل اینستا یا ویدیوهای بولشت یوتیوب و محتوای زرد میتونید برید انیمه یا فیلم سریال مورد علاقتون رو ببینید تا دوباره یادآوری بشه به مغزتون و محتوای زرد رو پاک کنه و مغزتون به حالت اول برگرده و بتونید به کارهای زندگیتون هم برسید. الأراذيل ساموا رسول أهل العزاء قول الصائم كي تسترد المظالم الأراذيل ساموا رسول أهل العزاء. و مشکل دوم برای اکثر اوقات من خودم هم 2 مشکل داشتم و مشکل دوم اینه که شما وقتی انیمه یا سریال میبینید عذاب وجدان میگیرید به خاطر اینکه مثلا شما کاراتون رو انجام ندادید و الان دارید انیمه یا سریال میبینید و این هی داخل مختونه که میگه وای مثلا تو کاراتو انجام ندادی. من خودم همیشه اینطور فرمازم، تو کاراتو انجام ندادی، پاشو برو کاراتو انجام بده. و وقتی هم پا میشی کاراتو به جای اینکه انجام بدی یه کار دیگه میکنی و حتی به کارات هم بعدش نمیرسی. حتی نه انیمه و فیلم و سریال میتونی ببینی نه دوباره میری کارات انجام میدی. راه حلش چیه؟ برنامه ریزی. از صبح که بیدار میشی یه برنامه‌ای داشته باش، برو سریع انجامش بده. بعدش ادامه روزتو میتونی بیکار باشی و انیمه یا فیلم سریال ببینی یا رو خودت کار کنی. این دیگه بستگی به خودت داره. و بچه‌ها همین بود. راستش این ویدیو رو خیلی هولکی گرفتم، ببخشید اگه ادیتش بده، ببخشید اگه گفتارم بده. خواستم که شما هم سریع در جریان بدونید اگه این مشکل دارید
که بهش پی ببرید و درستش کنید. ممنون که ویدیو رو دیدید. اگر که این ویدیو رو دوست داشتید میتونید لایک کنید. اگه سوالی داشتید که من داخل ویدیو نگفتم یا مشکلی دارید که من داخل ویدیو نگفتم کامنت بذارید، جواب میدم. و آره دیگه، تا ویدیو بعدی، خداحافظ.